سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هفته خوبی پشت سر گذاشته باشید. اه، در خدمتتون هستیم با یه تحلیل هفتگی دیگه. این هفته عجیب هفته ای بود دیگه. نگاه کنید کندل رو ببینید شما. اصلا همچین کندلی ما تو بازار نداشتیم، ندیدیم. واقعا عجیب کندل هفتگی همچین. البته تجربه هم نداره. ما اگه ویدیوهای قبلی رو نگاه کنید طبق دیدگاهمون پیش رفت بازار. یعنی سعودی بودیم، سعودی هم حرکت کرد، هرچند یه خورده تند حرکت کرد ولی خب حرکتشو کرد. همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفته بودیم تارگتمون این سقف و تارگت های بالاتره. ببینید بچه ها، ما اینجا الان خیلیاتون شاید این اوردر بلاک رو اینجا دارید میبینید. خب الان میگید قیمت توی این اوردر بلاک هست. خب این اوردر بلاک میتونه قیمت رو بیاره پایین، درسته. خب ولی این اوردر بلاک مصرف شد، اینجا مصرف شد. خب یعنی این اوردر بلاک دیگه بر ما هیچ ارزشی نداره. خب من یه نگاه اینجا بندازم. ببینید الان قیمت بر ما یه تارگتی داره توی اصلاحش، اونم این محدود است. یعنی انتظاری که میره واسه این اصلاح خلاف روندی، ببینید دارم میگم خلاف روند، این حرکته، درسته. این حرکت، این تارگتی که من میبینم واسه این اصلاح، اگه بخواد شروع بشه این اصلاح خلاف روند، من خودم نمیگیرم. اگه این اومد تا اینجاهای محدودار دید، شروع میکنم به خرید. اگه نیومد رفت بالا رو زد، این سقف رو زد، خود دنبال ستاپای بعدی میگرده. ببینید اینجا رو دید، من شروع میکنم به دیدن ستاپای خرید. حالا محدوده، این قیمت میتونه از همینجا برگرده بلافاصله بعد از زدن این نقدینگی، یا نه میتونه از اینجا برگرده، که این احتمال رو هم من میدم که اگه بخواد این اصلاح شروع بشه و بیاد تا اینجا برسه، بخوریم به این محدوده. چرا؟ چون توی پوند و شاخص دلار ما این محدوده رو داریم، یعنی هماهنگن، این محدوده با هم دیگه هماهنگه. و اگه بیاد برسه به اینجا، میتونیم دوباره میگم احتمال این که با پوند هم ما واگرایی بزنیم وجود داره. این از سناریوی ریزشی ما. اگه اینجا رو نزد و رفت بالا، چی ببینید اینجا بعد از زدن این سقف ما میرسیم به FVG ماهانه. از اینجا بعد دیگه میتونیم انتظار اصلاح‌های عمیق‌تر رو داشته باشیم. بالاش هم اگه نگاه کنید ما اوردر بلاک ماهانه رو اینجا داریم، من اینجا کشیدم. و اینم بهتون بگم، ببینید ما اینجا برسیم قرار نیست بلافاصله اصلاح اوردر بلاک ماهانه رو داشته باشیم. نه، ببینید طی یک سری شرایط و شروط این اتفاق میفته. باید ببینیم اینجا قیمت میرسه چه رفتاری داره از خودش. اون رفتاری که از خودش نشون میده است که به ما این سیگنال رو میده که ما چجور اصلاحی میخوایم داشته باشیم. به طور کلی بخوام بهتون بگم، ما وقتی این محدوده رسیدیم اصلا با این اوردر بلاک ماهانه کاری نداریم تا وقتی که اون سیگنالشو به ما بخواد بده. در غیر این صورت همون اصلاح‌های این ارزهای ضعیف‌تر رو ما از قیمت میتونیم ببینیم. این از یورو. ببینید خیلیاتون گفته بودید که چرا شاخص دلار رو
برای ما تحلیل نمی کنی. خب ببخشید این قطع شد یه لحظه. آره خیلیاتون میگفتید چرا شاخص دلار رو تحلیل نمی کنید. ببینید حرکت دلار و یورو همونیه که الان توی یورو دارید میبینید. هرچی اینجا میبینید اونورم میبینید که چه بسا توی یورو دقیق ترم میبینید، تر و تمیزترم میبینید. نه الان همین چیزایی که اینجا گفتم هم اینجا اتفاق میفته. ببینید اینجا اوردر بلاک داریم تا این محدوده ها میتونه اینجا برگرده، همون چیزی که تو اونجا دیدیم. میبینید دقیقا همونه. اگه بخوام یه نگاهم به پوند بندازم، پوندم همونه. این پوندم میتونه بیاد اینجا این محدوده رو ببینه و بره بالا ماله ها. پس این شد کلا دیدگاه هفتگی ما. اگه اصلاح داشته باشیم تا این محدوده است، تقریبا تا این محدوده ها میتونه باشه. اگه نه سعودی باشه. ببین الان اینم یه چیزی بهتون میگم، این اصلاح خیلی گنگه، یعنی چند تا تارگت داره. یه تارگت این نقطه است، یه تارگت اینجاست. این احتمال که خیلی هم احتمالش کمه ولی وجود داره اینه که ما این کف رو از دست بدیم، بیاد اینجا رو جمع کنه و بعدش بریم بالا. ولی خب با این حرکت، با این شدت قدرت که این هفته خودش نشون داد، من کلن زیاد روی اصلاحش نیستم. حس میکنم از همینجا میره بالا و از اصلاحی بخوایم داشته باشیم از این محدوده هست. پس به طور کلی این شد. اگه اصلاح داد من خودم تا اینجا ثبت میکنم، بعد دنبال ستاپای خرید و بای میگردم. اگه نه رفت بالا که ستاپای دیگه ترتمیزتر و واضحتر و کاملتری رو بهمون میده. امیدوارم هفته خوبی رو شروع کنید. یا علی، خدا نگهدار.